سلام، خبرهای مهم رادیو آزادی را من عبدالله اشور تقدیم میکنم. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در نتیجه یک عملیات از قاچاق 100 کیلوگرم حشیش جلوگیری کردند. همزمان از بازداشت گروهی جنایی عبارت از شهروندان تاجیکستان و افغانستان خبر دادند که می‌خواستند این مال را به روسیه انتقال دهند. در نتیجه گذراندن عملیات بسیار مرحله که تقریباً یک چند ماه دوام کرد، گروهی متشکل جنایی عبارت از شهروندان تاجیکستان و افغانستان بازداشت کرده شدند. در قلمرو شهر دوشنبه автомашини طبقه مرسدس بنز بازداشت کرده شد که در باردان اون 77 دانه بسته گشیش در اونجا دریافت کرده شد. مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان بیش از 1300 کیلومتر طول داشته، قاچاق مواد مخدر در برابر خطر عبور گروه‌های جنایتکار و تروریست از چالش‌های اصلی به حساب می‌رود. جسد مهرعلی نظرعلیف، اقتصادچی 31 ساله نمایندگی آریان بانک در خاروق که 29 ایول غیب زده بود، در خاک افغانستان یافت و الکی در خاروق به خاک سپرده شد. در این باره به رادیو آزادی تقوی نظرعلیف امیرخواجه بختدولتوف خبر داد. به گفته او جسد خواهرزاده‌اش بعد بیش از 1.5 ماه در طرف مقابل 5 پیدا و به درخشان تاجیکستان انتقال یافت. نزدیک به نصف اصطلاح‌های برنامه شبکه اجتماعی فیسبوک به زبان تاجیکی ترجمه شده اند. در تطبیق اصطلاح‌های تاجیکی برنامه فیسبوک 140 کاربر شبکه سهم گرفتند. متخصصان فناوری‌های نوین میگویند که چنین تحولات میتواند شمار کاربران شبکه را در تاجیکستان افزایش دهد. در شهر قرغانتپه بیش از 10 کارخانه دوزندگی معرکه نمایش و فروش لباس‌های مکتبی را برای خوانندگان شهر و نواحی ولایت ختلان برگزار نمودند. سر و لباس دوخته این کارخانه‌ها به عنوان نمونه لباس حتمی مکتبی برای تمام مؤسسه‌های میانه تعلیمی ولایت پیشنهاد شد. این در حالی است که اکثر والدان بیشتر به لباس دوخت خارجی نه محلی توجه نشان می‌دهند و با کیفیت دوخت و صفت متاع ساخت خارجی برتری می‌دهند. مشتریان همچنین از قیمت لباس مکتبی که برای بسیاری‌ها گران بوده است اظهار ناراضیت کردند. هر نفری که بعد تنفس طولانی به دوشنبه می‌آید درک می‌کند که سیمای پایتخت تاجیکستان کاملاً دیگر شده است. در پی عملی نمودن نقشه گنرالی نوسازی سیمای دوشنبه، خیابان‌های مرکزی پایتخت وسیع‌تر و شکل بنا و نمود عمارت‌های معماری و معیشی زمانوی و مدرن شدند. در 10 سال اخیر بناهای نوی قصر ملت، وزارت کارهای خارجی، کتابخانه ملی، چایخانه ملی بنیاد شدند. باغ استراحتی به نام رودکی و باغ ارم از محل دوست داشته سیر و تماشای ساکنان دوشنبه و مهمانان پایتخت شده است. خبر و ویدیوی از این هم بیشتر در سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه تلفنی همراهی شما.